سلام دوستان. من چند روز دوستم خبر نداشتم و گفتم شد. گفت رفتم دکتر. گفتم دکتر چی شده بود؟ گفت روانپزشک. گفتم چرا؟ گفت حالم بد بود و نمیدونم سگش مرده بود، اینا حالش خیلی خراب بود. گفتم گفت چی گفت؟ گفتش که دکتر گفتش باید دلتو خالی کنی، نمیدونم کسایی که بدت میاد ازشون انتقام بگیر، با هر کسی مثل خودش باش، گذشت نکن. ببین اینا داره درست میگه، ولی این چیزی هم هست. اون موقع فکر ذهنت میشه اون طرف. مثلا تو بگی من انتقام میگیرم، میاد تو ذهنت. تو میگی مثلا من این خودش باشم، میخوای سعی میکنی این خود اون باشی. راه حلش اینه اصلا بهش فکر نکنی. یعنی هر اتفاقی هم افتاده باشه سعی کنی روز اول نه دوم سه حداقل اونو باید فراموش کنی. اتفاقو هی مرور نکنی، چون مرور کردن یه سری خاطرات بد، اتفاقات بد، ناامدی های بد باعث میشه که هی عذاب بکشی. کینه به دل بگیری، دل خودت داره آلوده میشه، آسیب میبینه، چون کینه رفته تو دل خودت. کینه مثل کرمه که خودت از داخل از بین میبره. و من به نظرم داره اشتباه میکنه اون دکتر این نظر رو داده. درسته حالا اون شاید فکر کرده این نمیتونه اونو فراموش کنه، اون حرف زده، ولی به نظر من راهش اینه که فراموش کنی، گذشت کنی، بگذری. بخشیدن خیلی راحت تره از کینه گرفتن، بخشیدن خیلی راحت تر از انتقام گرفتنه، گذشت کردن خیلی بهتر از نبخشیدنه. ما اگه مثل خودمون اگه مثل اون باشیم، اون مگه آدم بدی نیستش؟ ما هم میشیم آدم بده. اگه طرف یکی دوز باشه ما هم باید دوز باشیم، اگه طرف آدم عصبی باشه ما هم باید عصبی باشیم، اگه طرف آدم دیوونه باشه ما هم باید مثل دیوونه باشیم. نه، اصلا اینطور نیستش. این اشتباه داره فکر میکنه، یه جوری از سرش باز کرد این دکتره، مثلا دکتر. و میخوام چه نظر شما رو بدونم. آیا همچین اتفاقی براتون افتاده؟ آیا کسی ناراحت بودید؟ اتفاقی براتون افتاده که نتونستید ببخشید؟ مادر، خواهر، برادر، داماد، دایی، عمو، همچین آدم هایی به شما آسیب روحی، اقتصادی، مالی چیزی بهتون زدن که نتونستید ببخشید؟ یا آیا بخشیدید؟ ممنون میشم که ما را همراهی کنید. مرسی.